14مین رادیو پیک است که تقدیم شما می شود. بهترین ها رو برای شما آرزو می کنیم، چرا که بهترینید. و البته سلام. سلام سایه سالان سر به ناز، سرود سار و سحر سورشت برزی، سپید سیل سوسن در سحرگاهان، سمن و ساعت سرشار سرسبزی. آقا عجب بزنی، عجب بکوبی، عجب دستی از هم دیگه رو میکنن. شیخ فری زده به سیم آخر، میگه شما اینا رو نمیشناسین، اینا میخوان تو پیاده‌روها دیوار بکشن، اینا اعدام کردن. اون وریا هم هی حقوقای نجومی و فک و فامیلای شیخ فری رو افشا میکنن. آقا جریان چیه؟ هیچ. اصلا نگران این جنگ و دعواها و سیاه نمایی‌ها که نامزدای انتخابات 96 از وضع کشور میکنن نباشین. همین که دوره انتخابات تموم شد، ناگهان ایران میشه بهشت و همه از دستاوردهای 38 ساله امام و نظام میگن. ای تو روح اول و آخرتون. گماشته دو پولی تو جنگ انتصابات، میگه که خط من با خط آقا مماسه. نه این خوبه نه اوشون، لعنت به سر تا پاشون. آقا توتیان شکر شکن و ناقلان اخبار چون این روایت کنند که یه بابایی بوده به رحمت خدا میره. بعد تو اون دنیا بهش میگن برنامه شما اینطوریه که یه روز میری بهشت، یه روز میری جهنم، بعد خودت انتخاب میکنی که کدوم قسمت بری. آقا که شما باشین روز اول میبرنش جهنم، میبینه عجب جای با صفایی، دوب دیستیس و اشغال و صفا و سیتی و سرندیپیتی و اینا. اون روز میگذره، فرداش میبرنش بهشت، میبینه اونجا هم خوبه ها، ولی جهنم یه چیز دیگه ای بود. میگه آقا من تصمیممو گرفتم، ما رو ببرید جهنم. میبرنش جهنم، میبینه ای بابا آتیش و درب و داغون و اصلا یه وضعی. میگه آقا چی شد؟ دیروز خوب بود که. میگن دیروز روز انتخابات بود، الانم تو دیگه رأیتو دادی. کیه اهل جهنم که خونش تو بهشته، کی میدونه که تقدیر تو فرداش چی نوشته، که درمون به امروز واسش فرقی نداره، که فردا سر راهش زمونه چی میذاره. عزیزانم با هم بخونی. 4 سال پیش شیخ فری گفته بود که در این دولت اصل بر شایسته سالاری است، پسر خاله بازی هم نداریم. آقا ما هم رفتیم رصد کردیم، دیدیم اوه جمع خانواده روحانی جمع و عجیب هم همه شایسته سالار. حسین فریدون دستیار و برادر همه کاره. غلام علی خوشرو پدر داماد حسین فریدون نماینده ایران تو سازمان ملل. اسماعیل سماوی خواهرزاده روحانی رئیس مرکز ارتباطات نهاد ریاست جمهوری. مهدی مونسان خواهرزاده روحانی رئیس گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران. عبدالحسین فریدون پسرعموی روحانی مشاور وزیر علوم و هیئت مدیره شرکت خدمات بیمه ایران خودرو. علی اصغر مونسان خواهرزاده روحانی مدیر عامل منطقه آزاد کیش. علی اصغر پیوندی پسرعمه حسن روحانی سرپرست دانشگاه علوم پزشکی بهشتی. اسدالله وطنی شوهرخواهر رئیس جمهور دبیر شورای عالی گزینش ریاست جمهوری. آقا این لیست همچنان ادامه داره اما خب وقتمون کمه. حالا ما اینو گفتیم، لابد فردا ستاد انتخاباتیش بیانیه میده که آقا شما اتهام زدید، ایشون گفتن که جای پسرخاله بازی نیست، شما هم توی این لیست پسرخاله نمیبینید. I love my family, I love my family, oh yeah, yeah, I do. صحبت خانواده گرامی شد، خوبه یادی بکنیم از آخرین اظهار نظر قالیباف که بالاخره ما یه حرف راست از سردار تمام قالیبافا شنیدیم. خبرنگاره از محمد باقر پرسید که آقا شما چه عمل کردی در خصوص برابری قومیت‌ها و رفع تبعیض بین اقوام داشتین؟ گفته که عملکرد ما تو شهرداری خیلی هم خوب بوده، الان هم از همه اقوام در شهرداری تهران استخدامی داریم. ما هم این حرف محمد باقر رو تایید میکنیم.
از همه اقوام در شهرداری تهران هستند. پسرعمو، پسردایی، دخترعمه، نوه عمه بتول، دختر خاله مهین، با جناق برادرزاده والده مش ماشاءالله، از همه اقوام به صورت کاملا برابر. سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم عذر خانم یا الله، سلام علیکم والده مش ماشاءالله، این برون ولش ننداز، آخ من بمیرم منو سر لج ننداز، میرم یار میگیرم الف بی و تی و سی. حجت الاعدام رئیسی خطاب به شیخ حسن روحانی گفته که باید به منتقدان میدان داد. منتقدان هم در جواب گفتن آقا قربون دستتون، شما ما رو اعدام نکن، ما میدون و خیابون و کوچه نمیخوایم. ضمناً مگه میدونی هم مونده که به ما بدین؟ میدون توپخونه رو که امام راحل مصادره کرد، میدون آزادی رو هم که 2 دستی دادین خدمت مقام عظما، میدون تجریش رو هم که درآمدش داره میره تو جیب قالیباف، میدون ونک هم که مال صدا و سیماست. فقط یه میدون اعدام و یه میدون تیر مونده، اونم آقا ما نخواستیم. با تشکر جمعی از منتقدین. تهران سکته کرده از هر دو پا فلج، تهران وصل پینه شده با خطوط کج، تهران تا همیشه ترافیک تا کرج، این شهر خسته را به شما می سپارمش. آبراهام دراکولا توی حفاظات انتخاباتیش گفته آقا رقیب هراسی نکنین. بابا تو 29 سالت بود حکم اعدام این همه آدمو صادر کردی، اصلا خودت هراسزایی. اصلا این بابا دست رو هر چی میذاره ها یه جورای دلهره آور میشه. گفته ما میتوانیم سالی 1 میلیون خانه ایجاد کنیم، میتوان هم مسکن مهر را تکمیل کرد و هم مسکن کرامت را ایجاد کرد. اوه خدا، آدم یاد کلبه وحشت میفته. فکر کنم منظورش از مسکن کرامت همون قبرای خالی بهشت زهراست. تجربه ثابت کرده اگه کسی وعده مجانی کردن چیزی یا پول مفت دادن کرد بزنید زیر گوشش. اون میدونه واسه چی زدید، شما هم قاعدتاً بعد از 38 سال باید فهمیده باشید. اینجا رو ببین کی دوباره چی گفته. قالیباف تو جدیدترین وعده انتخاباتیش گفته من اگه رئیس جمهور بشم یخچال خونتون رو پر میکنم. با شنیدن این جمله سریع یاد سال 84 افتادم که عنتری نژاد میگفت پول نفت رو میارم سر سفره‌های خونه مردم. گویا این طیف از ولایت مداران مردم فریب علاقه خاصی به آشپزخونه ماها دارن. اون یکی با سفرمون کار داشت، سفرمون نابود شد. این یکی هم که با یخچالمون کار داره. همین روزاست که یکی دیگه بیاد بگه من اگه رئیس جمهور بشم هر روز میام کابینات‌های آشپزخونه‌تون رو تمیز میکنم، یا یکی دیگه میاد میگه من هر روز میام خونه‌تون سبزیاتون رو پاک میکنم، یکی هم میگه من چایی براتون دم میکنم، یکی هم میگه من میخوام سالاد درست کنم. میخوام سالاد درست کنم. سالاد چیه؟ علویچیه. حالا چی میخوای؟ ظرف بلور و خیار شور، سینه مرغ و تخم مرغ. دیگه چی میخوای؟ داری میبینی زیب زمینی حالای شیشه. این میرسلیم یه جوری از وضعیت مملکت شوته که انگار همین دیروز از طریق مرزهای شرقی از دهلی نو وارد ایران شده. گفته که چرا دولت هواپیما وارد کرده، ما خودمون میتونستیم بسازیم. بله چرا که نه مصطفی جون، ما خودمون میتونستیم بسازیم. مثلا میتونستیم یه موتور پیکان ببندیم به یه زیردریایی عهد بوق، گلگیرای پراید هم میذاشیم دو طرفشو به حول و قوه الهی و با استعانت از آستان مقام عظمای فضانوردی میفرستادیمش هوا. تازه اونقدر هواپیمای وطنیمون خوب و پیشرفته میشد که میتونستیم بریم لابلای ابرا ترمز بزنیم، 2 مسافر تورایی هم بزنیم. موسی جون مازا فازا، آخه جمهوری اسلامی هواپیما مازا فازا. يا لبينا يلا يا حبيبي يلا نفرح ونقول ما شاء الله. يا لبينا يلا يا حبيبي يلا نفرح ونقول ما شاء الله. يا لبينا على طول يا لبينا يطول يا لبينا على طول يا لبينا يطول. يا عيني ويلي 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 قولوا ما شاء الله. ستاد انتخاباتی هاشمی تبا جدیداً یه بیانیه صادر کرده که میشه گفت با یه حرکت تمام کاندیداها رو سوسک کرده. تو این بیانیه اومده که دوستان کمی بازتر فکر کنید. این مملکت با گلوجر دادن و خنده های شیخ حسن که درست بشو نیست.
با خالی بندیای باقر خالی بافم که مملکت درست نمیشه. با خزعبلات رئیسی هم که اوضاع بدتر میشه. بیاین پایه باشیم، همگی بریم به هاشمی تبا رأی بدیم. درسته مملکت بازم درست نمیشه، ولی خب عوضش کلی میخوابیم و کمبود خوابامون جبران میشه. قول سوژه خندمونم هر روز به راهه. قبوله؟ پس بزن بریم. هاشمی بیار اون رخت خوابا رو. بعد بیار. شاهدان آگاه و ناظران مطلع خبر دادن که یه چند روزی هست که از بیت عظما صداهای عجیب غریبی به گوش میرسه. صدای ترق تروق و شکستن شیشه. از اونورم یه سری وانتبار هی میره میاد. چند نفرم هی کارتون میبرن تو، کارتون میارن بیرون. خلاصه پرسجو کردیم، کاشف به عمل اومده که هر روز یه نیسان وانت میاد از در میره تو، هر دفعه هم یه تلویزیون نوع آکمن میاره داخل ساختمون. اولش گمون کردیم مقام عظمای ولایت زده تو کار تلویزیون از بانه بیاره 2 برابر بفروشه. بعد که رفتیم پیش فهمیدیم نه بابا، داستان چیز دیگه ایه. از داخل بیت خبر رسیده که مقام عظمای ناقص میشینه پای تلویزیون این مناظره ها و فیلم های انتخاباتی رو میبینه تا یکی از کاندیداها لگد میزنه به نظام و زیرا به حکومت رو میزنه، آقا اعصابش به هم میرسه و عصاشو پرت میکنه سمت تلویزیون. قالیباف لگد میزنه، عصای آقا پرت میشه. روحانی خالی میبنده، عصای آقاست که پرت میشه. میرسلیم زیراب میزنه، عصاست که پرت میشه. رئیسی سوتی میده، آقا عصا رو پرت میکنه. هاشمی تبا هم تا میاد حرف بزنه آقا میپرسه کی اینو دیگه تایید صلاحیت کرده، بازم عصاست که پرت میشه. Yandım televizyonun elinden, öldüm televizyonun elinden. Yandım televizyonun elinden, öldüm televizyonun elinden. Akşamlar yorgun dönende yavaş. شب و روز همه شما بخیر، دلتون شاد. انشالله که این رادیو پیک هم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. نمایش قلابی آخوندها روز به روز مفتضح‌تر میشه و همه این تقلاها و دست و پا زدن‌های آخوندها از ترس همین تحریم انتخاباته و من مطمئنم که یه شب ماه میاد. یه شب مهتاب ماه میاد تو خواب، منو میبره از توی زندون، مثل شب پره با خودش بیرون، میبره اونجا که شب سیاه تا دم سحر شهیدای شهر با فانوس خون جای میکشن تو خیابونا سر میدونا. عمو یادگار مرد کینه دار، مستی یا هوشیار خوابی یا بیدار. مستی ما هوشیار شهیدای شهر، خوابی ما بیدار شهیدای شهر. آخرش یه شب ماه میاد بیرون از سر اون کو بالای دره، روی این میدون رد میشه خندون. یه شب ماه میاد